ساختمانی به کار گرفته شدند. از ویژگی‌های این پروژه استفاده گسترده از سنگ‌های مصنوعی به عنوان یکی از عناصر اصلی ساختمانی است. بام بنا نیز به همین شیوه ساخته شد. سنگ‌های مصنوعی نقش و نگاردار در محل‌های مشخص گذاشته شد و با حلقه‌های فولادی به اسکلت اصلی ساختمان جوش خورد و بعد بتون ریزی شد. اتمام اولین بخش سقف گذاری در 19 جمادی الاول 1410 هجری پایان یافت و بالاخره مشاهده عینی طرح‌های معماری پروژه میسر شد. عملیات ساختمانی 6 مناره جدید مسجد نیز طبق برنامه پیش رفت. در اینجا نیز سنگ‌های مصنوعی هم به جای عناصر تزئینی و زیباسازی و هم به عنوان مصالح اصلی ساختمانی به کار رفت. هر مناره با عناصر تزئینی خود سر به آسمان کشید و هر بخش در پی بخش دیگر نشان دهنده جلوه زیباتری از هنر اصیل اسلامی بود. در ربیع الثانی سال 1411 هجری کار بر روی 2 مناره پایان یافت. هر یک از مناره ها با ابهت و شکوه تمام در کنار بنای اصلی خود نمایی می‌کرد، در حالی که ارتفاع آن در 104 متری زمین به سر مناره‌ای هلالی شکل و زرین ختم می‌شد. طراحان بنا تصمیم گرفتند که دیوارهای بیرونی و حیاطهای پیرامون بخش جدید را با یکی از زیباترین و پردوامترین مصالح موجود ساختمانی بپوشانند: گرانیت. برای روکاری دیوارهای بیرونی بنای اصلی چیزی بیش از 23,000 متر مربع سنگ گرانیت مورد نیاز بود و برای حیاطهای پیرامون و ورودی‌ها هم از 160,000 متر مربع سنگ گرانیت باید استفاده می‌شد. پیش از انتخاب نهایی سنگ روکاری انواع گوناگون گرانیت برای نماسازی بررسی شد. برای تهیه این سنگ نیازی به ورود آن از کشورهای دیگر نبود، زیرا عربستان یکی از بزرگترین و زیباترین و مرغوبترین منابع سنگ گرانیت جهان را در اختیار دارد. بخش عظیم سنگ گرانیت که قرار بود برای روکاری دیوارهای بیرونی و حیاطهای پیرامون بنا و ورودی‌های آن به کار رود، از ناحیه‌ای به نام ابورکاد در صحرای الکسنی به دست آمد. انتخاب این گرانیت نه تنها برای رنگ مناسب آن، بلکه به علت دوام و استحکام زیادش بود. بریدن گرانیت کار بسیار مشکلی است و برای برش‌های اولیه آن باید از مشعل‌های حرارتی استفاده شود. با مد یک رشته سوراخ در تخت سنگ‌ها پدید می‌آورند و سوراخ‌ها با ماده شیمیایی به خصوصی پر می‌شود. وقتی این ماده شیمیایی خشک می‌شود، منبسط می‌گردد و در نتیجه سنگ ترک می‌خورد. به این طریق تکه‌های بزرگی از این سنگ را جدا کردند. سپس این تکه‌ها به قطعات کوچکتری تقسیم شد. به این صورت
گرانیت مورد نیاز برای انتقال به محل اجرای پروژه آماده شد. هر قطعه سنگ حدود 25 تن وزن داشت و برای انتقال آن به جده که در فاصله 750 کیلومتری قرار داشت، همه را دو تا بار زدند. در اینجا کارخانه‌ای برای پرداخت سنگ گرانیت مورد نیاز تأسیس گردید. این کارخانه یکی از بزرگترین کارخانه‌ها در نوع خود در جهان است و می‌تواند هر ماه حدود 1000 متر مکعب سنگ گرانیت را پرداخته و آماده سازد. در این مرحله قطعات گرانیت از نظر مرغوبیت رده‌بندی شد و با شماره مشخصی علامت گذاری گردید. با این شماره مخصوص هر قطعه سنگ می توانست در مراحل بعدی ردیابی و شناسایی شود. اره‌ها به طور شبانه روزی قطعه های بزرگ سنگ را به قطعه های نازکتری برش دادند. سپس این برش ها از یک ردیف افزارهای صیقلکاری گذشت تا سطح سخت و ناهموار آنها پرداخت شود. برخی از برش ها مثل گرانیت صورتی که برای قسمت فوقانی دیوارها انتخاب شده بود، با مشعل‌های مخصوص شعله افکن حرارت داده شد تا کریستال‌های سطحی سنگ بترکد و سنگ ظاهری چکش خورده پیدا کند. اره‌های دیگری با تیغه‌های الماس گرانیت‌های برش خورده را به قطعات کوچک آجر مانند تبدیل کرد. برای سرعت بخشیدن به نصب روکاری‌ها در بعضی از آجرهای گرانیت شیارهایی پدید آوردند و از این شیارها به هنگام نصب استفاده شد. قطعاتی را که در گوشه‌ها به کار می‌رفت و یا شکل خاصی داشت با وسایل برش دیگری از روی الگو و نمونه بریدند. به این طریق همه قطعات در اندازه ها و زاویه های یک نواخت تهیه شدند. سپس سنگ هایی که اندازه و شکل رنگ یکسان داشتند کنار یکدیگر قرار گرفتند تا از هماهنگی رنگ و طرح هر قطعه با قطعه دیگر اطمینان کامل حاصل شود. در اینجا قطعات همشکل گرانیت ریزایزا که به رنگ صورتی تیره است و برای قسمت پایینی دیوارها انتخاب شده دیده می شود. 110,000 تن گرانیت به این طریق پرداخت و کنترل شد. روی آنها شماره مخصوص خورد و برای انتقال به مدینه بسته‌بندی گردید. برای نصب این قطعه ها در بخش جدید نقشه های دقیقی کشیده شده بود. در هر یک از این نقشه ها محل نصب هر قطعه با شماره مخصوص آن مشخص می شد. به این طریق انتقال و نصب تمام قطعه ها از روی برنامه قبلی و به موقع انجام شد. روکاری گرانیت به طول 900 متر دیوارها را می پوشاند. 11,000 آجر ریزایزا برای روکاری قسمت پایین دیوارها و گوشه ها و زاویه ها لازم بود. به علاوه 120,000 آجر برای قسمت بالای دیوارها در نظر گرفته شده بود. 160,000 متر مربع گرانیت برای فرش کردن کف تالارها و حیاط‌های پیرامون و ورودی‌ها لازم بود. تعدادی قطعه گرانیت در انواع رنگ‌ها برای ایجاد تضاد رنگ در بنا به کار گرفته شد. سنگ نژاف قرمز رنگ که از یکی دیگر از نواحی جنوبی عربستان استخراج شده بود، برای ساخت ستون‌های بیرونی به کار رفت. این سنگ بعد از پرداخت رنگ قرمز چشمگیری دارد. با نصب 2500 ستون از نژاف قرمز در سمت بیرونی پنجره ها، عملیات نماسازی و روکاری بیرونی برای جدید تکمیل شد. این پروژه با توکل به خداوند به این نیت طراحی شده بود که تا 1000 سال پایدار بماند. سنگ گرانیت نه تنها دوام و استحکام بیشتری به این بنا می‌دهد، بلکه با رنگ‌های ملایم و آرام محیطی مناسب برای عبادت
و ستایش پروردگار فراهم می سازد. عملیات خاکبرداری برای ساخت پارکینگ 2 طبقه زیر زمینی در حال پیشرفت. محبته‌ای که در زیر حیاط‌های پیرامون ساخته میشد برای 4000 ماشین طراحی شده. برای خاکبرداری از پیشرفته ترین وسایل استفاده شد تا از فروریزی دیوارها و پیهای بنای قدیمی جلوگیری شود. دو شیار موازی تا عمق بستر سنگ سخت در نقاط محاسبه شده کنده شد و آرماتورهایی در داخل آنها قرار گرفت. به این ترتیب دیوارها و پیهای بنای قدیمی به هم متصل و قالب بندی شدند. سپس عملیات خاکبرداری ادامه یافت. برای دسترسی آسان به مسجد پل‌های موقتی نصب شد تا در مدت ساختن پشت بام این پارکینگ به جای گذرگاه مسجد از آنها استفاده شود. با اتمام کار طرح مسجد النبی بزرگترین بنای یک پارچه موجود در جهان پدید آمد. این مسجد برای دسترسی به نور کافی و هوای تازه 27 محبته یا تالار روباز دارد. طراحان و مهندسان بران شدند که با نصب گنبدهای متحرک در این محبته ها هوای فضای داخلی مسجد را تحت کنترل درآورند. طراحی و ساخت این گنبدهای متحرک به 3 شرکت بین المللی واگذار شد که برای ساخت این نوع سازه ها شهرت جهانی دارند. لازم بود که طراحی شکل این گنبدهای متحرک با مجموع بناها هماهنگی داشته باشد. به این منظور طرح گنبدهای کم ارتفاع و کوچک هم عملی بود و هم از نظر زیبایی شناختی مناسب به نظر می آمد. گنبدهای کم ارتفاع با گنبد سبز مقبره پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هماهنگی داشت، بی آنکه شکوه سنتی گنبد اصلی مسجد را از بین ببرد. از برنامه‌ریزی پیشرفته کامپیوتری برای طراحی گنبدها و تزیینات آنها کمک گرفته شد. پس از حصول اطمینان از مناسب بودن طرح و تزیین گنبدها، نوبت ساخت نمونه واقعی به طور آزمایشی در اندازه کاربردی فرا رسید. بعد از یک دوره فشرده تحقیقات و تجربیات دقیق، سیستم حرکت گنبدها بر پایه مکانیزم حرکت جر ثقیل‌های دهانه‌ای استوار شد. در جمادی الثانی 1411 هجری نمونه واقعی گنبد آماده ارائه بود. کارایی گنبد در عمل با موفقیت کامل آزمایش و تأیید شد. ساخت و تولید 26 گنبد دیگر بلافاصله در آلمان آغاز گشت. ریل ها از فولاد آبدیده مرغوب ساخته شد. آنها میبایست وزن 20 تنی گنبدها را تحمل کنند. چرخهای گنبد نیز با همان فولاد ضد زنگ مرغوب ساخته شدند. یکایک اجزای متحرک چرخها را با دست ساختند و بارها آزمایش. هدف اصلی اطمینان یافتن از کار کرده روان و همسته ها، چوب و روکش دقت و ملح
به یکدیگر چسبها در سرعت نصب آنها نقش عمده‌ای داشتند. جز مهارت سازندگان عایق‌های مدرن در ساخت پوسته درونی گنبدها به کار گرفته شد. برای سبکی و استحکام پوسته ها چوب و روکش اپوکسی به کار رفت. این روکش را بر روی قالب کشیدند و در خلأ به یکدیگر چسباندند. باله یا لایه‌های تخت سلایی را در پشت هر پوسته برای محکم‌تر کردن پوسته ها به کار بردند. لایه سطحی از چوب سفید کانادایی انتخاب شده بود که با چوب سدر که تیره تر است و برای تزئینات روکاری به کار می رود هماهنگی زیبایی در تضاد رنگ‌ها به وجود می آورد. تمام کنده‌کاری های روی چوب به دست بهترین صنعتگران مراکشی انجام شد. کلیه قطعات چوب ساخته شده را هنرمندان ناظر از نظر کیفیت و صحت و دقت کار بررسی کردند. الوارهای مورد نظر چوب سدر از مراکش به آلمان فرستاده شد تا در آنجا با ماشین‌های دقیق چوب بری قالب ریزی گردد و در قطعات مختلف از روی طرح اصلی ساخته شود. برای زیبایی هرچه بیشتر تزئینات حاشیه هندسی گنبد و کمربندهای دوگانه آنها را زرندود کردند. یکی دیگر از عناصر تزئینی انتخاب شده برای گنبدها سنگ با ارزش آنازوناید بود. نوع مرغوب این سنگ در کشور کنیا وجود داشت. معدن سنگ دیگری که برای این پروژه به کار افتاد این بار معدن سنگ آمازوناید بود. این سنگ نه تنها به علت مرغوبیت بلکه به جهت رنگ روشن فیروزه‌ای مخصوصش انتخاب شد. قطعات این سنگ پس از تراش و پرداخت در قاب‌های زرین جا می گرفت.